وقتی من از بالا با اسنایپر میزنیم بزن بریم. بچه اگر مپ رو بدونید محله بالاسو اینجا دقیقا هستید، اینجا ببینید دقیقا این محله بالاسوه، این گردلیه محله بالاسوه. اگه اینجا محله بالاسو باشه ما باید بیایم دقیقا روی این گاراژ که بیایم روش بریم روی بالا پشت بونش. وقتی بریم اونجا از اونجا با اسنایپر بالاسا رو میزنیم. بریم برای بچه این ماشین رو امروز مشخصا رو درست کرد. این ماشین خبری شده بعد از این کاری که کردیم میریم شتابش هم میریم. بچه ولی آنه گفتم به ترکیب دارم اگه میخواد با مایکل بریم تو کامنتا بریم. بچه آرسی به مایکل هم نگرمی بزنم باید مایکل بیاد. Hey, Mike, it's me, man. You wanna hang out, man? Yeah, cool. Good. I'll see you soon, man. بچه مایکل هم راضی شد بیاد بریم اول دنبال مایکل. بریم مایکل هم بچه برداریم با هم بریم. یه کارت رو بزنیم بچه اگه میخواد با ماشین بزنیم بیان این دفعه گفتم حالا من یه روحاش ایرانی آمدیم این دفعه بازی خواهد بچه رسیدیم من خونه ماشین با ماشین هم اینجا سنجا Good to see you, man. It's good hanging out with you, man. Is it? Well, I hope so. Yeah, me too. You know, I haven't hung out socially with anyone too much recently. Too much family. Craziness. Years. All in my head. What do you mean? I don't know. I mean, growing older sucks. Well, I guess it beats the alternative. Ain't that the truth? It's just, I've been such a mess. Constant. My whole life. Chase things. Get them. Hate them. Chase them. Get them. Hate them. So you got everything and you're unhappy. I don't get it. I guess you gotta have something to complain about. Otherwise, life would be boring. Man, consider you really do need help. I told you. خب بچه ها ما با مایکل نقشه ها رو ریختیم بزن بریم. بچه ها از همین طرف بریم میبینیم اینجا نزدیک داره. خب بچه ها نقشه رو که توضیحتون دادم به مایکل الان توضیح میدیم نمیریم دعوا. خدا چی شده؟ چی داشت مایکل؟ این بالاسا امروز زنگ زدن قرار دعوا گذاشتن اون وقت حله برام گذاشتن منم گفتن ترکیبی هم من گفتم تو هم ببرم خوب کنه کرده داشت بزن بریم شنفتشون رو فرچم کنیم بزن بریم باش مایکل راه رو دور کردیم از این طرف بریم مایکل دیگه سالیه برو بریم. همینطور که میدونید تو ویدیو قبلی کشتن لاوا رو داشتیم که لاوا ما به ما خیانت کرد و از گروهستان انداختمون بیرون.
ولی ما دیگه ما برسید کار نداریم. اینا بچه ها محلن ما رو نشناسن، رو ماشین خارجی این دفعه آمدیم، چون هر وقت با ماشین ایرانی آمده ما رو شناختن. این دفعه ماشین خارجی آمدیم ما شناخت. بچه ها مراقب باشیم اینجا بالاسو محلشونه. بچه ها این خوب اینو میگفتم باید بریم بالا، این از بالا با اسنایپر. مایکل بیا بریم بالا. داداش اومدم، دور من دارم میام. بیا مایکل. بچه بیام بالای بالا. چه اینجا الان ببینید درخت لعنتی اینجا جلومه. الان اینجا نگاه کنه قشنگ محل بالاسو محله مثل من اسنایپرمو در بیارم. داشت اگر بیا اینجا بچه اینجا خیلی دوره، نمیشه از اینجا زد. خب داشت ماگل بریم کاره. داداش یارم از جلو بزنیم. بچه بریم از جلو بزنیم. اگه میگید بریم بنویسید تو کامنت ها. خب بچه داشت ماگل بیا بریم از جلو بزنیم. بچه ها نزدیک بمیریم. بیا پایین. داشت ماگل بطمن باشه چه سری اومد. داشت ماگل باشیم بریم جلو داشتیم بریزیم بچه ها با اون ون بریم به نظرم بهتره. ماشین اونم خراب شد. الان میدیم به اوساسفر یه ماشین دیگه برام مکیش کنم. بزن شیشه رو بشکن. بشین بریم. بچه ها من یه پلن چیدم. اگه ما میخوایم بزنیم از جلو بزنیم خب پلیس 100% میاد. از ما باید بریم ماشین رو پشت دقیقا این گردی بالاسا قایم کنیم ماشین رو. این نقشه هم بردارم. وقتی که اون پشت قایم کنیم، وقتی که پلیس میام سریع میبریم اون پشت ماشین سوار میشیم و زیر تونل فرار میکنیم. خب بچه بریم ماشین رو اون پشت بذاریم بزن بریم. برو دیگه. بچه اگه در نظر این ماشین های قدیمی ها بگید کلاسیک کنیم از این ماشین که اینجا بذاریم، از اینجا ماشین رو در میاریم و از تو فاصله فرار میکنیم و هیچ بالاسو دستشو نمیتونم به اون برسیم. مایکل داداش یا من نظر همین اصلی خوبه. مولا درنش نایره داداش بزن بریم و کشنشون. حله داداش بیشیم با این بریم. بچه ها میخوام بریم این دفعه بالاسا رو بیم لعنت بکشن. مایکل بیا. بچه دفعه قبلی اگه ویدیو قبلی دیدن باشید بالاسا بالا ترکیبی رو بردن و این خراشا و این دست و بالا چیزا رو به من زدن. حالا این دفعه نوبت انتقامه. مایکل بیا. بچه ها اینجا رو اگه نمیدونید 3 تا بالاسا زیرم. مایکل اومد زیر داشت. بچه ها بچه بزنش مایکل بزنشون. بچه ما رو زدن. بچه ها برای تلاش دوم میخوام بریم این دفعه.